چمی آوری رو به بالندگی، شکوهت دهد آفرینندگی. درود بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است تقدیم شما. به دنباله صحبتی که با دکتر بشیر عزیزی، پژوهشگری انستیتوت فلسفه و سیاست شناسی به نام بهاءالدین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان داشتیم در موضوع پیام امید آفرین و ضرورت بازشناسی آیین نوروزی، چون در حال هوای نوروزی، در ماه نوروزی قرار داریم، ادامه و دنباله همان صحبت را با نام باری فلسفی و علمی نوروز شروع میکنیم. و خوش آمدید استاد بشیر که دعوت ما را پذیرفتید. نوروز شما مبارک باشد و نوروز تمام مردمی سیاره مبارک باشد. در صحبت اولی هم همین نکته را تاکید کردید که نوروز نه تنها برای یک ملت ما بلکه نوروز برای بشر خدمت کرده است و خدمت هم میکند. و یک بیت مشهور هم هست که نوروز اعتدال است و توازن، بروز رسم و آیین و تعاون، با آن شور و شکوه جاودانی رسیده تا به سطح یک تمدن. واقعا به سطح یک تمدن رسیده است. بار دیگر تشکر با شما که دعوت ما رو پذیرفتید. نوروزتان مبارک باشد. و از همون نظر دانشمندان و فیلسوفان شروع کنیم که درباره نوروز و درباره این آیینی قدیمه ما که واقعا باری فلسفی و علمی میکشد، ما از اونجا شروع کنیم بعد ادامه میدیم. تشکر سپاس از شما که فرصت مساعد ساختیم که برنامه نوروزی را دنبال بکنیم، ادامه بدیم. بگذار با شعر حافظ شروع کنیم که ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. واقعا این نوروز یک میراث بسیار پر ارج نیاکان ماست. ما این را نه به خاطر که نیاکان ماست این را ما گرامی میدیم، بلکه در آغوش آیین نوروزی دلفروز یک تمدن یافته است. من رابطه نوروز را وقتی که میگویم بیشتر با کشت میبینم، صرف نظر از این که دیگر مراسم در نوروز و از جمله خانه ها را پاک کردن و میوه ها سفره ها گستردن است. من زیادتر به بار فلسفی از اون نظر دارم که چگونه ببینیم با کشت یک بار سرنوشت انسان که صدها هزار سال از تمدن فاصله داشت، با کشت زندگیش خود را مسیرش تغییر میدهد و از حیوانات دیگه فاصله میگیرد. چون که پیش از آموختن کشت ما موجودات بسیار پیش پا افتاده مانند دیگر موجودات بودیم، مثل پرنده ها و خزنده ها و کرم ها. با کشت ما یک تمدن آفریدیم که پیامدش چی بود؟ که ما تاریخ آفریدیم، زمان را شناختیم، در یک جای مسکن گزین شدیم، حیات کوچگیری ازش فاصله گرفتیم، صاحب هویت شدیم. و خوشبختانه که حوزه تمدنی که ما با او تعلق داریم همین میراث ارزش درک کرد، چون در همین مناطق کشاورزی رواج یافت و ما به انسان‌های متمدن تبدیل شدیم. و نقل قول دورانت هم گفتیم که انسان‌ها وقتی که زمان در یک جای متوطن میشن و درباره آینده خود فکر میکنن و کشت میکنن، اونجا دیگه فراغ خاطر پیدا میکنن و زمینه برای تفکر پیدا میشه، زمینه برای از اینکه دولت بسازن، فرهنگ بسازن، سیاست بکنن. و با این کار با کشت تقسیم کار شروع شد. انسان‌ها آهسته آهسته آموختن که تمدن و کلتور بیافرینن. ببینیم در فلسفه، مخصوصا فلسفه اخلاق، یک اصل بسیار مهم است و او اصل عبارت است که این است که زمانی که انسان‌ها با یکدیگر در رابطه هستند و یا در تعامل هستند، حتما انسان‌ها میتونن بالای یکدیگر تأثیر بگذارن. مثلا یک پدر بالای پسرش، یک معلم بالای شاگردش، دو تا راهرو در جاده، اینا میتونن بالای دیگر تاثیر بگذارن. تاثیر میتونه مثبت باشه، منفی باشه. وقتی که ما در بالای دیگر تاثیر میگذاریم، حتما مسئولیت داریم در برابر همون رفتار خود در برابر دیگران. این مثلا اساس مسئولیت اخلاقی
میسازه. بنان از آن جایی که ما بالای زمین هم تاثیر داره، میتونیم که زمین را به گونه درست استفاده بکنیم و یا زهرآلود و فاسد بسازیم و با اون فاسد شدن زمین انسان‌های دیگه که در همین کره زمین زندگی میکنن اثر گذاشته میشه، آب آلوده میشه. بنان ما مکلفیت اخلاقی داریم در برابر از اینکه از زمین چگونه استفاده کنیم. بنان ببینیم که امانوئل کانت یکی از فلاسفه بسیار بزرگ عصر روشنگری است که او یکی از کارهای بسیار بزرگش ایجاد فلسفه اخلاق است که او یک اصل بسیار مهم برش تاکید میکنه و مثلا دو اصل میگه که انسان باید آنچنان عمل کند که عمل او بتواند همچون یک قانون همگانی پذیرفتنی شود. این اصل صرف نظر از اینکه ما در چه نوع جامعه زندگی میکنیم، در جامعه صنعتی یا جامعه کشوری، مهم نیست. انسان ها چنان باید عمل کنند که عمل از اون بتونه که همچون یک قانون برای همگان پذیرفتنی باشد. اگر این کار باشد عمل ما عمل اخلاقی است. اگر ما همین اصل و پرنسیپی را کانت میگه بر مسئله محیط زیست تطبیق کنیم، ببینیم چی حالت رخ میده. اگر انسان ها هر کدام یک قسمت از زمین را برای مفاد خود طور استفاده بکنند که دیگران را در نظر نداشته باشند، فقط برای رفع نیازمندی خود همون قسمت، مثلا جنگل ها را قطع بکنند برای اینکه برای خود خانه بسازد در اونجا. اگر هر کسی این کار را بکند، آیا ما میره قانون همگانی اگر تبدیل کنیم میخواهیم چنین قانون داشته باشیم؟ یعنی که هر کس جنگل ها را قطع بکند برای اینکه برای خود زندگی بهتر فراهم بسازد. سرنوشت کره زمین چی میشود؟ ما میخواهیم چنین قانون همگانی داشته باشیم؟ مثل که او میگه اگر کسی دروغ میگه از زمین دروغ گفتن قانون همگانی میسازد که هر کس میتواند دروغ بگوید. آیا ما چنین جامعه را که همه کس به همه کس دروغ بگوید میخواهیم داشته باشیم؟ بنان از لحاظ پرنسیپ اخلاقی ما مکلف هستیم که نسبت چنان برخورد کنیم به زمین، با کره زمین، که کسایی که بعد از ما زندگی میکنن، نسلایی که همزمان با ما زندگی میکنن، از او زیان نبرن. اگر این کار شود ما مسئولیت اخلاقی خود برابر از او خوب ادا نکردیم. به امو خاطر است که آیین نوروزی با ما گفت که انسان متمدن کسی است که تنها مصرف کننده نیست. ببینین همو میراث درس حکمت نوروزی، آیین نوروزی ما به ما همین فلسفه کانت میگه که شما چیزی خودم بیافزایید به این. ما آخرین باشنده های کره زمین نیستیم و ما مالک مطلق از آن نیستیم. پیش از ما کره زمین بوده و بعد از ما نسل‌های دیگه خواهد بود. و جناب عالی در صحبتشون گفتن که پیش از دین اسلام، پیش از آیین زرتشتی، ما کشت داشتیم و نوروز داشتیم، میشناختیم. هیچ ارتباطی با این ادیان نداره. این میراث تمدنی بشری است که باید ارزش‌گذاری شود. و فلسفه هم امیر میگه که ما باید چنان با این کره زمین با احتیاط برخورد کنیم که برخورد ما همچون قانون همگانی باشد و همه کس بخواد که چنین باشد. این بود مسئله برخورد فلسفی. علم البته برخورد جداگانه داره، برای اینکه علم از لحاظ روش و از لحاظ هدف با اخلاق فرق داره. برخورد اخلاقی میگه که ما باید چنان با زمین برخورد کنیم که نسل آینده باید از او زیانمند نباشد. زمین را آلوده نسازید، با شما دستور میدهد. و یا میگه این کار را بکنید، نیک است این کار را نکنید. برای علم مسئله احکام اخلاقی مطرح نیست. علم برخورد و روش مشاهده داره، تجربه دارد و به این که این را بکنید و نکنید کار ندارد. لیکن علم به ما یک مسئله را میگوید که میزان از این که ما از زمین مصرف کردیم
نظر به آنچه که ما به زمین علاوه کردیم و میدهیم دوباره پس بسیار زیاد است. سرعت از این بسیار زیاد است. اگر ما به همین پیمانه جنگلات را که اکنون مثلا از بین میبریم و یا که در تنوع حیوانات توجه نداره و به اکوسیستم از زیان میرسانیم، اگر به همین گونه پیش برویم نسل آینده بسیار زیانمند خواهد شد. اما نمیگه شما چی کار بکنید نکنید. بنابراین برخورد علمی علم به ما میآموزد که کدام کار را اگر ما در برابر زمین و محیط زیست بکنیم خطرناک است و کدامش نیست. اگر ما اصول اخلاقی خود بر مبنای علمی اساس قرار بدیم و قوانین اخلاقی را که ما وضع میکنیم برای همه کسا پذیرا است. یعنی اخلاق بالاتر از اصول دینی عمل میکنن. اصول دینی شاید به ما بگوید که شما مال مثلا کسایی را که مخالف عقیده شماست کفار هستن میتونن برای شما میتونن که بگیرین جزیه بگیرین یا مثلا غنایم باشه این چیزها. ولی اخلاق میگه که در هیچگاه مال دیگران را گرفتن خوب نیست. ببینیم که آیین نوروزی هم با اصول اخلاقی برابر است. این اخلاقی که مثلا بیشتر برای شما مثال هایش برای شما دادیم و هم با پرنسیپ های علمی هماهنگ است. بنابراین برای نوروز میتونه یک پل باشه میان دیروز و امروز و به ما میآموزد که ببینین متمدن شدن با تنها مصرف کردن نیست. شما باید چیزی به این زمین علاوه هم بکنین، پرورش بکنین، تغذیه بکنین زمین را. فکر نکنید شما آخرین مصرف کننده از این هستید. دیگران بعد از این میان و این خیانت خواهد بود در برابر نسل‌های دیگه که بعد از آن میان و ما در زمین دیگه هیچ برای از اونها نمانده باشه. بنابراین آن چیزی که در پایان میخوایم بگویم که نوروز یک تمدن را در آغوش خود نیافته دارد که نسل نو باید بفهمه که این تنها یک میراث یک گروه مردمان خاص در یک منطقه خاص نیست که اونا بهش افتخار بکنن. این مربوط به همه بشریت است. کره زمین همه ما با او زندگی میکنیم. ببینیم که بگذار امی پیام نوروزی و وسیله باشد که تمام انسان ها را با هم نزدیک بسازد. تمام انسان ها را با هم همزیستی را برشان فراهم بکنه. شرایطی همزیستی. صرف نظر از اینکه ما در کدام رژیم در کدام قلمرو ملی زندگی میکنیم زمین را باید احترام کنیم، دوست داشته باشیم. بگذار که آیین نوروزی با آیینی تبدیل شد که انسانها را با هم نزدیک میسازه. ببینید از همون خاطر است که امروز سازمان ملل متحد نوروز را به حیث روز جهانی شناخته است و در تاجیکستان خوشبختانه که ببینید دفتر بین‌المللی نوروز ایجاد میکنند. این پیام بسیار امید آفرید است برای همه کسایی که با آیین نوروزی همچنین میراث فرهنگی نظر دارند و اما کسایی که ستایشگران طبیعت است. یک پیام بسیار نیک است که ما باید از این همچون یک ارزش بسیار نیک گرامی بداریم و او را حق داریم که جشن بگیریم و خوشبختانه که در قلمرو تاجیکستان امروز بیشترین ارزش‌گذاری را به نوروز قائل هستند و با جشن پایکوبی از این جشن استقبال میکنند و شاعران شما در این زمینه اشعار بسیار جالب دارند. تا به گردون سخن از نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. به حق چنین افتخار نصیب مردم تاجیکستان باید باشد. تشکر زیاد استاد. همون نکته‌های جالبی که در مقالتون هم اومده بود، در کتابی که هنوز سال 2001 نشر کرده بودید درباره نوروز 2003 بله 2003 بله بله. اونم باز نشر شد در اکادمی علم ها. اون کتاب باز نشر شد، به خط کریلی هم برآمده است و زحمت زیادی هم کشیدید در زمینه آموزش و تحقیق و هدفناک کردن همین جشن، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ اجتماعی و همه اون خوشحالی های هم که میشوند در نوروز همشون به خاطر همین هسته یا که یادروی کشاورزی این جشن هستند که با کار، با آفرینندگی و با استحصالگری انسان سر کار میگیرند. بار دیگر از فرصت استفاده میبریم شما را و در سیمای شما تمام مردمی جهان را که جشن بین المللی است نوروز،
روز بین المللی نوروز داریم و مناسبت فرارسی این جشن بزرگ شکوهمندی ملی و فراملی تبریک و تهنیت میگوییم. بگذار فردوسی یک بیت زیبا دارد که همه روزه وقتی تو پیروز باد، همه روزگاری تو نوروز باد. رسیدیم به پایان برنامه. بینندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشم که در صحبت ما قرار داشتند دانشمند و فیلسوف دکتر بشیر عزیزی، پژوهشگری انستیتوت فلسفه و سیاست شناسی به نام بهاءالدینوفی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. روزگار خوش و بردوام و ایام نوروزی بکام.